بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث هیئت معارف جنگ شهید بزرگوار شهید سپهبد صیاد شیرازی در بندر ماهشهر حضور داریم برای بخش دریایی و توجیه دانشجویان در موضوعات مختلف در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده. اما در 8 سال دفاع مقدس رزمندگان ایران اسلامی در نیروی دریایی توانستن این کار بزرگ رو انجام بدن، یعنی خطوط مواصلاتی کشور رو باز نگه دارن و امروز هم به برکت انقلاب اسلامی، به برکت خون شهدا، به برکت همه ایثارهایی که در اون دوران طلایی و پر افتخار انجام شد، یکی از زیباترین و بهترین و هیجان انگیزترین روزهای دوره آموزش میدانی معارف جنگ روزی است که دانشجویان مهمان نیروی دریایی ارتش هستند در بندرگاه امام خمینی و سوار بر ناوهای جنگی میشن. یک گشت کوتاه دریایی میزنن، با حال و هوای نظامیگری واقعی در دریا آشنا میشن و استادا براشون تشریح میکنن اون عملیات‌های جنگی رو که با سلامت در این بندرگاه انجام شد و به پایان رسید. ماشاءالله در کشور و همینطور صنایع نظامی ما و خود شماها به زودی در این چرخه وارد خواهید شد. همتون چهراتون امروز اکثرا دیدن، اون مصمم بودن و محکم بودنتون رو دیدم و لذت بردم و قدرت گرفتم. خودم احساس واقعا جوانی بیشتری کردم. شما در همین چرخه قرار خواهید گرفت و هممون با همدیگه میخوایم به اساتیدمون عرض کنیم و خدمتشون تقدیم کنیم با کمال خضوع و خشوع که آنچه که از شما یاد گرفتیم امروز به صحنه میاریم.